حالا شده مدیتیشن کنی ولی حس کنی که اصلاً بهت نمیچسبه یا چند بار شروعش کنی و خیلی زود ولش کنی؟ نکنه مشکل از تو نیست بلکه از نوع مدیتیشنی که انتخاب کردی؟ انجام مدیتیشن برای بعضی از افراد میتونه یکی از چالش برانگیزترین کارها باشه، مخصوصا زمانی که میخوایم اون رو به یک روتین روزانه تبدیل کنیم و به صورت منظم انجامش بدیم تا کم کم تبدیل به عادت بشه. دلیلش چیه؟ دلیل اصلی اینه که ما با انواع مختلف مدیتیشن آشنا نیستیم. خیلی وقتا فکر میکنیم مدیتیشن فقط یک نوع داره. اینه که یه جا بشینیم، چشممون رو ببندیم و به چیزهای خوب فکر کنیم و همزمان نفس عمیق بکشیم. در حالی که واقعیت اصلاً اینطور نیست. ما معمولاً خودمون رو مجبور میکنیم فقط یک نوع خاص از مدیتیشن رو انجام بدیم. نوعی که شاید اصلاً برای ما مناسب نباشه. اما خبر خوب اینه که مدیتیشن فقط یک مدل نیست و انواع مختلفی از مدیتیشن وجود داره. وقتی خودمون رو مجبور میکنیم مدیتیشن رو انجام بدیم که با روحیه و ذهن ما سازگار نیست، طبیعتاً دفعه بعد که میخوایم سراغش بریم با مقاومت زیادی روبرو میشیم. کم کم این حس به وجود میاد که داریم وقتمون رو هدر میدیم و همین موضوع باعث میشه انگیزمون برای ادامه دادن مدیتیشن از بین بره. اینجاست که مدیتیشن به جای اینکه یک ابزار مفید باشه تبدیل میشه به یک چالش و حتی یک سد بزرگ. اما توی این ویدیو میخوایم دقیقاً همین مشکل رو برطرف کنیم. قراره 7 از رایج‌ترین و کاربردی ترین انواع مدیتیشن رو با هم بررسی کنیم تا باهاشون آشنا بشید. در کنار معرفی هر نوع مدیتیشن، نحوه عملکردشون رو توضیح میدیم، فوایدش رو بررسی میکنیم و از همه مهمتر میگیم هر نوع مدیتیشن برای چه افرادی مناسب تره. برای مورد آخر هم یه نمونه ویدیویی کامل مدیتیشن در حال آماده سازیه. همچنین مدیتیشن هایی که برای افراد مبتدی مناسب هستن رو به طور مشخص معرفی میکنیم. سلام، من رقیه هستم. بریم سراغ مطالب جذاب ویدیو. مدیتیشن اول، مدیتیشن ذهن آگاهی، تنفس آگاهانه. این مدیتیشن چطور کار میکنه؟ در این تمرین تمرکز شما روی احساس تنفسه، حسی که هوا از بینی وارد میشه و از دهان خارج میشه. هر زمان فکری در ذهنتون ظاهر شد، قرار نیست باهاش بجنگید یا متوقفش کنید. فقط کافیه به سادگی مشاهدهش کنید. اجازه بدید شناور بشه و بعد دوباره توجهتون رو به تنفستون برگردونید. نکته کلیدی این تمرین مشاهده بدون قضاوته. اصطلاح ذهن آگاهی هم دقیقاً از همین مفهوم میاد، یعنی توجه آگاهانه به ذهن بدون درگیر شدن با افکار. در این تمرین ذهن شما یاد میگیره افکار رو ببینه بدون اینکه قضاوتشون کنه. فواید مدیتیشن ذهن آگاهی: تقریباً تمام انواع مدیتیشن فواید مشترکی دارن، مثلا کاهش استرس، افزایش خودکنترلی، بهبود تمرکز. به همین دلیل در ادامه ویدیو این موارد رو تکرار نمی کنم مگر اینکه یک نوع خاص از مدیتیشن اثر ویژه‌ای در یک زمینه مشخص داشته باشه. مدیتیشن ذهن آگاهی زیر مجموعی از چیزی هستش که بهش میگن مدیتیشن های آگاهی باز، جایی که تمرکز اصلی روی آگاه شدن از افکار، احساسات و تجربه های درونیه. در مدیتیشن آگاهی باز تمرکز روی یک چیز خاص نیست، بلکه توجه به تمام تجربه های لحظه حال مثل افکار، احساسات، حواس پنجگانه و حس های بدنی. هدف این نوع مدیتیشن این نیستش که افکار یا احساسات خاصی رو سرکوب یا تغییر بدیم، بلکه فقط اونها رو بدون قضاوت و با پذیرش مشاهده کنیم. تحقیقات نشون داده این نوع مدیتیشن خلاقیت رو به شدت افزایش میده. کمک میکنه راه حل‌های متنوع‌تری برای مسائل پیدا کنیم و توانایی رها کردن افکار منفی رو بالا میبره. ما در طول روز افکار منفی زیادی داریم، اما زمانی دچار احساسات منفی میشیم که شروع میکنیم به بیش از حد فکر کردن به اونها. با تمرین ذهن آگاهی یاد میگیریم افکار رو ببینیم، رهاشون کنیم و اجازه بدیم از ذهنمون عبور کنن بدون اینکه درگیرشون بشیم. این مدیتیشن برای چه افرادی مناسبه؟
در سالهای قبل متخصصان به همه توصیه می‌کردند که مدیتیشن رو با ذهن‌آگاهی شروع کنند. اما با گذشت زمان مشخص شد که این روش برای همه مناسب نیست. برای افرادی که بیش از حد فکر می‌کنند یا تا حالا هیچ تمرین مدیتیشنی رو امتحان نکردند، شروع با مدیتیشن ذهن‌آگاهی میتونه کمی سخت باشه. اما از طرف دیگه اگه میخواین کنترل بیشتری روی حساسیتتون نسبت به افکار منفی داشته باشید و سطح خلاقیتتون رو بالا ببرید، این نوع مدیتیشن میتونه یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما باشه. جلوتر که بریم اون دسته از مدیتیشن هایی که برای افراد مبتدی مناسب تر هستن رو هم بهتون معرفی میکنم. مدیتیشن دوم، مدیتیشن متا، عشق و مهربانی، که بهش مدیتیشن عشق و مهربانی هم میگن. هدف اصلی این تمرین ارسال آگاهانه عشق و مهربانیه. این مدیتیشن معمولاً با تجسم و ارسال عشق به خودمون شروع میشه. برای این کار میتونید در ذهنتون جملاتی مثل من همیشه شاد هستم، من هر لحظه به موفقیت نزدیکتر میشم یا هر جمله مثبت دیگه‌ای که خودتون دوست دارید رو بارها و بارها تکرار کنید. بعد از مدتی این تمرین رو فقط برای خودتون انجام نمیدید، بلکه به ترتیب برای یک دوست، برای خانواده، بعد برای یک فرد غریبه، بعد برای کسی که ازش دل خوشی ندارید و در نهایت برای تمام انسان‌ها و کل جهان هستی. در واقع شما دارید عشق و شفقت رو به صورت آگاهانه گسترش میدید. فواید مدیتیشن متا: مدیتیشن عشق و شفقت به طور گسترده برای افزایش همدلی نسبت به خود و دیگران، کاهش احساسات منفی و بهبود ارتباطات انسانی شناخته شده. طبق تحقیقات علمی، این نوع مدیتیشن میتونه به کاهش درد کمک کنه، در بهبود اختلال PTSD، استرس پس از سانحه مؤثر باشه و حتی باعث افزایش ماده خاکستری مغز در نواحی مربوط به هوش هیجانی بشه که در نهایت میتونه به بهبود مهارت اجتماعی منجر بشه. این مدیتیشن برای افرادی که احساس خشم یا نفرت دارن نسبت به خودشون یا دیگران یا تجربه آسیب‌های روحی در گذشته داشتن میتونه انتخاب بسیار مناسبی باشه. در این تمرین شما در واقع دارید عشق ورزیدن رو تمرین میکنید. مدیتیشن سوم، مدیتیشن تمرکز توجه. در این نوع مدیتیشن شما روی یک محرک خاص تمرکز میکنید. این محرک میتونه یک صدا، یک حس در بدن یا حتی یک چیز بصری مثل یک وسیله خاص باشه. این روش ممکنه کمی شبیه مدیتیشن تنفس ذهن‌آگاهی به نظر بیاد، چون مدیتیشن تنفس در واقع ترکیبی از مدیتیشن تمرکز حواس و مدیتیشن آگاهی باز هستش. تفاوت اصلی اینجاست که در مدیتیشن تمرکز توجه اصلی روی افکار نیست، بلکه هدف اینه که خودتون رو وادار کنید تا حد امکان روی یک حس واحد باقی بمونید. فواید مدیتیشن تمرکز: پژوهش‌ها نشون دادن که این نوع مدیتیشن باعث فعال و تقویت شدن بخشی از مغز به نام قشر سینگولیت قدامی میشه. این بخش از مغز نقش مهمی در تشخیص خطا، غلبه بر میل و وسوسه و حل مسئله داره. به همین دلیل تمرین مدیتیشن تمرکز میتونه به بهبود هر سه مورد کمک کنه. این مدیتیشن برای کسایی که میخوان در تحصیل یا کارشون پیشرفت کنن، تمرکز پایینی دارن، مخصوصا هنگام مطالعه، یا میخوان روی کنترل تکانه ها، عادت های بد و حتی اعتیاد کار کنن، بسیار مفیده. اگه تازه کار یا مبتدی هستید، این نوع مدیتیشن میتونه شروع خوبی برای شما باشه. مدیتیشن چهارم، مدیتیشن مانترا. مدیتیشن مانترا چجوری کار میکنه؟ در این تمرین فقط روی تکرار یک عبارت یا مجموعی از کلمات تمرکز میکنه. مانترا در واقع مثل ذکر عمل میکنه، یک جمله‌ای که بارها و بارها در ذهن تکرار میشه. شما میتونید هر مانترایی که دوست دارید انتخاب بکنید، اما یک نکته خیلی مهم وجود داره. مانتراها بهتره به شکل مثبت بیان بشن. مثلا من آرام هستم خیلی موثرتر از من مضطرب نیستم هستش. فواید این مدیتیشن تا حد زیادی به مانترایی که انتخاب میکنید بستگی داره. وقتی یک عبارت رو بارها و بارها تکرار کنید، کم کم اون جمله در ذهن شما نهادینه میشه و به یک باور تبدیل میشه. در واقع مدیتیشن مانترا میتونه به شما کمک کنه الگوهای فکریتون رو بازنویسی کنید و دیدگاهتون رو نسبت به خودتون و زندگیتون تغییر بدید.
وقتی عبارتی رو بارها و بارها واسه خودتون تکرار میکنید کم کم اون عبارت توی ذهن شما نهادی نمیشه و بهش باور پیدا میکنید. این مسئله مشابه نحوه شکلگیری باورهایی هستش که در حال حاضر در مورد خودمون و زندگی به طور کلی داریم. ما اونها رو هزاران بار توی ذهنمون تکرار کردیم تا اینکه به حقیقت تبدیل شدن. پس مدیتیشن مانترا میتونه نحوه تفکر و دیدگاه شما رو نسبت به خودتون دوباره برنامه ریزی کنه. مثال میزنم بهتر درک کنید. مثلا اگر مانترایی مثل زندگی من پر از شادی است استفاده میکنید، در واقع شروع به سپاسگزارتر شدن واسه چیزهای کوچیک در طول روز میکنید. یا اگر از مانترایی مثل من میتونم هر چیزی رو که روش تمرکز کنم به دست بیارم استفاده میکنید، در واقع دارید احساس اعتماد به نفس بیشتری توی توانایی‌های خودتون ایجاد میکنید که باعث میشه اقدامات بیشتری انجام بدید. مدیتیشن مانترا برای افرادی مناسب هستش که فکر میکنند یک باور خاص در مورد خودشون یا زندگیشون مانع پیشرفتشون شد، چون این مدیتیشن بهتون کمک میکنه دقیقاً مشکلی رو که دارید شناسایی کنید و برطرف کنید. اگه به دنبال فایده‌های مختلف موجود توی تمرین‌های مدیتیشن نیستید و فقط می‌خواید یه مشکل خاصی رو حل کنید، این روش مدیتیشن میتونه انتخاب خوبی باشه. مدیتیشن پنجم، مدیتیشن پرانایاما. نحوه عملکردش به این صورته که تمرکز بیشتر روی کنترل ریتم و سرعت تنفسه. این تکنیک اغلب به عنوان یک تمرین تنفسی به شکل جعبه چارگانه یا 4-4 آموزش شده میشه. روش انجام: 4 ثانیه از طریق بینی نفس بکشید، 4 ثانیه نفس خودتون رو نگه دارید، 4 ثانیه به آرومی بازدم کنید، 4 ثانیه مکث کنید و چرخه رو به طور مکرر تکرار کنید. فواید مدیتیشن پرانایاما: آرامش بخشه، کاهش فشار خون، کاهش شدید استرس، کمک به خواب راحت، تقویت ریه ها. مناسب برای چه کساییه؟ اگر از استرس یا اضطراب زیادی رنج میبرید، این نوع مدیتیشن میتونه براتون بسیار مفید باشه. در حقیقت تکنیک تنفس جعبه‌ای اغلب نه به عنوان یک مدیتیشن بلکه به عنوان یک تکنیک برای آرام کردن افراد آموزش داده میشه و به دلیل اینکه لازم نیست روی حضور در لحظه یا خالی کردن ذهن تمرکز کنید، یکی از ساده ترین روش‌های مدیتیشن برای تمرینه. پس اگه مبتدی هستید میتونید با این نوع مدیتیشن هم شروع بکنید. مدیتیشن ششم، مدیتیشن حرکتی. این مدیتیشن زمانی انجام میشه که شما کاملا بر نوعی حرکت متمرکز باشید. نوعی حرکت میتونه راه رفتن، رقصیدن، حرکات یوگا، حتی انجام کارهای خونه باشه. کافیه در حالی که دارید حرکت میکنید روی تغییرات و احساسات فیزیکی که رخ میده تمرکز کنید. مثلا اگه مدیتیشن حرکتی رو هنگام پیاده روی انتخاب کنید، تمرکز شما باید روی حس برخورد پاهاتون با زمین و نیرویی که برای حرکت رو به جلو صرف میکنید باشه. فواید مدیتیشن حرکتی: یاد میده چطور به حالت سیال و جادویی وارد بشید. حرکاتی مثل رقصیدن شما رو وادار میکنه که همزمان خلاق و حاضر باشید. مناسب برای کسایی که نشستن آروم براشون دشواره، افرادی که مشکلات جسمی دارن یا احساس بیقراری میکنند. نکته: این نوع مدیتیشن میتونه یک شمشیر دولبه باشه، چون حرکت باعث میشه فراموش کنید که هدف مدیتیشن رسیدن به حالت عمیق هستش. اما برای افراد پرمشغله روش خوبی برای تمرین در طول روز هستش و حتی میتونید حین ظرف شستن یا دوش گرفتن انجامش بدید. مدیتیشن هفتم، مدیتیشن هدایت شده. یکی از رایج‌ترین انواع مدیتیشن. در این نوع مدیتیشن فردی معمولاً از طریق فایل صوتی یا حضوری کنار شما در طول مدیتیشن شما را راهنمایی میکنه. میگه این کارو بکن، اون کارو نکن. این کار به شما کمک میکنه تا تمرکزتون بیشتر بشه و راحت‌تر تمرینتون رو انجام بدید. تنها کاری که باید بکنید اینه که هرچی میگه گوش کنید و دستوراتش رو دنبال کنید. جزء تمرینات ساده است. لازم نیست با سکوت مطلق و تردیدهایی که معمولا در مدیتیشن انفرادی هست دست و پنجه نرم کنید. میتونه برای همه مناسب باشه، مخصوصاً برای مبتدیان که نمیدونن چی کار کنند. من یه نمونه ویدیویی کامل مدیتیشن هدایت شده قرار منتشر کنم. اگه دوست داری از مدیتیشن و ارسال انرژی جا نمونی، این کانال رو از دست نده. خب این بوده از 7 مورد از رایج‌ترین انواع مدیتیشن در جهان.
توصیه میکنم تعدادی از اینها رو امتحان کنید و ببینید کدوم برای شما مناسب تره. زیر همین ویدیو برام بنویسید که کدوم نوع رو انجام دادید و با کدوم نوع راحت تر بودید. راستی میخوام موضوع ویدیوی بعدی رو شما انتخاب کنید. دوست دارید چه موضوعی از مدیتیشن رو بررسی کنیم؟ توی کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. امیدوارم هر جا هستید خوشحال و سربلند باشید. دوست داره همه شما رقیه ارجمندی.